السلام علیکم بینندگان برنامه حسن بیان از شبکه تلویزیونی بهارستان. موضوع صحبت امروزه ما درباره یک عنصر گراماتیکی زبان که باعث بحث و مناظره گردیده است. محمد تقی بهار در اثر سبکشناسی درباره بخوان، برو، بنشین که در اول فعل بی آمده است یک ایراد میگیرد. همین بی که در اول فعل ها آمده است بی زینت نامیده اند. گویا برای زینت فعل همین بی به اول فعل همراه می شده باشد. به عقیده مؤلف این عنصر گراماتیکی است، نه عنصر زیب و زینتی سخن. ما هم به همه عقیده مؤلف راضی هستیم. برای تقویت فکر باید گفت که در زبان ادبی امروزه ما بی زینت یا پریفیکس شکل ساز فعلی بی کم استفاده می شود. این هم خیلی عجیب است که در بعض شیوه ها همین بی در اول فعل نگه داشته می شود و به موقع کار فرموده می شود، اما در مورد دیگر یا به موقع یا غلط کار فرموده می شود یا به سبب فروگذار کرده می شود. برای مقایسه یک نمونه، وی در شدیدترین محاربه های جنگ دوم جهان شرکت بکرد. دقت کنید، وی در شدیدترین محاربه های جنگ دوم جهان شرکت بکرد، بلکه آنجا دو پایش را مانده بی آمد، یعنی به پای خودش برفت و را برداشته بی آوردند. در هفته‌نامه چرخ گردون. چنانه که به گوش شما هم دغل رسید، واقعا در زبان ادبی امروزه همین جمله رو این خیلی میگویند. وی در شدیدترین محاربه های جنگ دوم جهان اشتراک کرد و آنجا دو پایش را مانده آمد، یعنی با پای خودش رفت و او را دیگران برداشته آوردند. یعنی به بی زینت کار فرمودن در زبان ادبی امروزه ما معمول گردیده است. فکر شما شنوندگان عزیز من در این بابت چگونه است؟ بیایید به آثار کلاسیکی مراجعت کنیم که در آنجا همین بی زینت نگه داشته شده است یا پرتافته اند. یک حکایت، مرد به هندوان فروش میگذشت. مرد به هندوان فروش گذشت که بانگ میزد: این همچون خرما و عسل است و شیرین‌تر از شکر است. مرد او را گفت: مرا بیمار است که او را هندوان تروش علاج است، از این میان یک تروش جدا کن. گفت: بخر و ببر و به بانگ من منگر که تمام اینها از سرکا تروش باشند. دقت کنید، گفت بخر و ببر و به بانگ من منگر که تمام آنها از سرکا تروش باشند. به مثل فروشندگان بازار ما که مال خودش را تعریف کرده است، اما فعل در شکل بخر و ببر. اگر از همین بخر و ببر خصوصا در فعل اول بی زینت یا پریفیکس شکل سازی بی پرتافته شود، خر و ببر می شود. از بس که در زبان تاجیکی همین خر معنای دیگر هم پیدا می کند، بنابراین به گوش شنونده دغل ناجایز می رسد. از استاد عینی هم یک مثال می آوریم. این کتابچه را چند پول خریدید؟ گفته پرسیدم. این کتابچه یک چیز بیکار است.
من این رو در قطار یک چیز در کاری ناچار شده خریدم. تو 12 تنگ داده همین کتاب را بخر. من این کتابچه را به تو به پول به طرز پرتو میدهم. گفته است استاد عینی. استاد عینی هم به جای فعل امری خر بخر کار فرموده است. پس معلوم می شود که استاد عینی هم احساس میکنند که اگر به جای بخر خر گویید به شنونده معنای دیگر پیش نظر می آید و باعث رنجش می گردد. اکنون در زبان امروزی ما به جای همین بخر خریداری کن یا خریداری کردم کار فرموده می شود. دوستان جوان من، خریداری کردن معنای دیگر دارد، خریدن معنای دیگر دارد. خریداری کردن این پیشکی به نزد فروشنده رفته مالش را از نظر گذرانده آن را بها گذاشتن است. چون که اول آدم خریداری میکند یعنی بها میگذارد. اگر فروشنده که راضی شد بعد آن را میخرد، خریداری نمیکند، میخرد. متاسفانه در همین گونه موردها خریداری کرد میگویند. از ادبیات کلاسیکی مثال های بسیار آوردن ممکن است. یک تا نمونه می آورم که در آنجا خریداری کردن به معنای اصلی خودش کار فرموده شده است. به روزگار حسن بن طاهر که امیر خراسان بود، او را وزیر بود نام او حفص بن هاشم. حسن بن علا و برادرانش ملک های گرانمایه داشتند. حفص یعنی وزیر طمع کرد که این ملک را از ایشان بخرد. چنانکه که میبینید بخرد گفته است. حفص وزیر طمع کرد که این املاک را از ایشان بخرد و نفروختند. بدان سبب بند کرد و عقوبت بسیار کرد و هر هفته به یک بار ایشان را به نزدیک خویش خواندی و خریداری کردی. چون نفروختندی باز به زندان فرستادی و عقوبت زیاد فرمودی. چنانه که میبینید خریداری کردی یعنی خریداری میکرد. این سودای پیشکی، بها کردن مال است. از استاد عینی هم یک مثال می آوریم. هر ملک حولی خوبی که از بخارا در موقع فروش می آمد، خریداران اولش متعلقان نصراللهی بودند. حتی بعد از طالب شدن ایشان کسی اظهار خریداری در آن ملک کردن نمی توانست. در اینجا هم خریداری به معنای سودای پیشکی آمده است که این هم به موقع است. خلاصه از بس که پیشوند فعلی بی از اول فعلهای افادهگری عمل مطلق افتاده است، زبان تاجیکی مجبور شده است که برای افاده آن معنای گراماتیکی فعل با های دیگر جستجو نماید. چند نمونه: سرتراز قاره اشکمبه را تراشیده شد. در همین جا فعل یاور شد به معنای مطلقیت عمل، یعنی به جای تراشیده شد بی تراشید می گفت، همون معنی کلاسیکی افاده می یافت. یا مثال دیگر: کار به جای رسید که برهان دو بیخ بهی خود را ریشه‌کن کرده پرتافت و به همین لقب بهی به او چسبیده ماند. ریشه‌کن کرده پرتافت. اگر میگفت ریشه‌کن بکرد همه حاجت کار فرمودن پرتافت نبود. فعل یاور پرتافت محض برای یک کرده بودن عمل استفاده شده است و در آخرش چسبیده ماند. فعل یاور ماند هم در وظیفه همون
پیشوند شکل سازی بی آمده است. اگر به جای ماند همین بی در اول فعل کار فرموده می شد، حاجت به این فعل یاور نمی شد. مثال دیگر، ملت به ما و شما منبر داد تا اندیشه و افکار خیش را گفته باشیم. همینجا به جای گفته باشیم بگوییم کار فرموده می شد، همین فعل باشیم بر زیاد کار فرموده نمی شد، یعنی همین غلط برطرف می گردید. خلاصه از بس که بی زند یا پریفیکس شکل ساز فعل معنای اصلی خود را بر تمام از دست نداده است، از بحر آن گذشتن به نظر ما بر وقت است. پریفیکس بی یا پیشوند شکل ساز بی باید در فعلهای امری کار فرموده شود، چنانه که در بالا دیدید فعلها را بخر، بگیر گفته است. اگر در همین شکل کار فرموده شود، یک حاجت زبان تاجیکی می براید که با فعلهای ترکیبی عمل یک کرته را افاده نکرده، بلکه به طرز طبیعی مطابق حسن بیان تاجیکی با یاری بی زند یا پیشوند شکل ساز فعلی بی افاده می گرد. با همین صحبت ما درباره این یک عنصر گراماتیکی زبان تاجیکی که واقعا باعث تشویش همگان است به آخر می رسد. از مطالعه اثرهای بدیعی به اسرار همه گونه عنصرهای گراماتیکی هم شما آشنا می گردید. در کجا درست و در کجا نادرست کار فرموده شده است درک کرده می توانید. با همین صحبت ما در این خصوص انجام پذیرفت. سلامت باشید دوستان جوان من.